шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори шашум. کاتبه رخصت پرسیده یک دسته روزنامه و مجله ها را بالای میز سردار شعبه کارهای داخلی گذاشته پس گشت. ناوابسته از آن که طی یک هفته آخر حمید جاوید روزنامه یا مجله را به دست نگرفته بود و چون هر یک ساکن گلاباد آمدن روزنامه و مجله ها را به صبرانه انتظار بود، از بالای حجت‌های کاری سر نبرداشت. در حجت‌هایی که این صبح او به دست گرفت، بجز عریضه و شکایت مهنتکشان که خاراکتر جنایی نداشتند، همچنین چند جواب به خبرنامه آنها عاید به صالح جلیل نیز آمده بود. از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه لوچاب خبر داده بود شخصی که رسمش به خبرنامه علاوه شده است طی 3 سال آخر موردی جستجوی آنها قرار دارد. زنگ تلفن صدا داد و حمید جاوید گوشک را برداشت. گوریزوف از شهر خبر داد که همه دستور و سفارش ها را اجرا نموده است و اگر بهر او سفارش دیگری نباشد برگردد. حمید جاوید برای بازگشتن او رخصت داده گوشک را به جایش گذاشت. بعد انجام کارهای جاری او حجت‌ها را به جوزدان کاغذین گذاشته به گوشه چپ میز کاریش گذاشت و تگمچه زنگ را زیر کرد. کاتبه وارد اتاق کاری گشته با اشاره سردار جوزدان را گرفته به در رفت. حمید جاوید لحظه قامتش را راست کرده تماکو درگیراند و نزد تیریزه رفت. اصلا از تیریزه اتاق کاری او تنها حولی نمودار بود و بس. در این روزهای آخری ماه آگوست در حولی هم کسی نبود، چون که در گرما کسی میل نشستن ندارد. از آنچه که گوریزوف زنگ زده از نتیجه کاریش خبر داد، حمید جاوید نهایت خرسند شد. 2-3 روز پیش ساربانی حامد راست گفت که عقاب را پرواز عقاب کرده است و به گمان است که پرواز اولین به کمبودی باشد. به هر حال گوریزوف با کدام دستاور می آمد هنوز معما بود، ولی سردار شعبه کارهای داخلی به انجام نیکی کاری شاگرد باوری داشت. او با سری میز کاریش برگشت و روزنامه را به دست گرفت. اصلا روزنامه و مجله ها از برد و باخت ساحه های گوناگون خواجگی خلق خبر و مقاله ها درج نموده بودند و حمید جاوید سری کمبودی های جای داشته خیلی اندیشه نموده نهایت از بین روزنامه و مجله ها هفته‌نامه اسکانوارد را به دست گرفت. اصلا با کراسوارد و اسکانوارد ها کار کردن این شغل دوست داشته حمید جاوید است و این شغل در قلب او از زمان مسکن گرفت که سابق همکسبش سعید قلندر در روزنامه جوانان کراسوارد کلان چاپ نموده بود. اولها روزنامه ها تنها کراسوارد چاپ می‌کردند و طول سالیانیزاد طلبات مردم به این مسئله افزود که باز اسکانوارد ها به چاپ رسیدند و نهایت آنها به روزنامه علاهیده مبدل گشتند. اسکانوارد ها همچون روزنامه این پیش از همه محصول جمعیت بازرگانی بودند و سر اینقدر معما معنی آب کردن هم شاید به ناشران صدها هزار سامانی درآمد می آورد. اکثر اسکانوارد ها عادی باشند هم، ولی در اصل جواب صحیح را می خواستند. نهایت او چشم به سوالهای اولین هفته‌نامه دوخت. تشبسکاری لایحه بهشت زیر آبی، قیمتترین کتاب دنیا که با نرخ 24 میلیون دلار فروخته شده است. زنی از همه قیمت بهای دنیا که پیکر خیش را به 1 میلیارد یورو سقوط کرده است. پرسنل کمیسری پلیس که سال 1966 در شهر دلفز هلندیا بهرش پیکره گذاشتند. بعد نیز دلی لب بانگاه زد حمید جاوید. اصلا او را تنها 2 سوال از این 4 معما به وجه آورد. او بسیار دانستن می‌خواست کدام خواننده کتاب را با چنین نرخ گوش ناشنود خریده است و آن کتاب را چی نام است و باز فهمیدن می‌خواست که هلندی‌ها پیکره کدام حامی قانون را برافراختند. خانچه‌های خالی اسکانوارد چون گواهی آن بودند که نام کتاب از 14 حرف و نام پرسنژ پالیس
از 5 حرف عبارت بود. حمید جاوید از سر همین پرسنج به اندیشه رفت. و اصلا نسبت به اثرهای ماجرایی به تفاوت نبود و پرسنج‌های اساسی قسم از اثرهای ماجرایی را از یاد می‌دانست. اصلا در 5 خانچه اسکانورد و یک چند نام را که از 5 حرف عبارت بودند جا کردنی شد: پوآرو، هولمز، گوروف، میگره. و هر کدام از این پرسنج‌ها می‌توانستند و دل خواننده هلندی چون قهرمانی واقعی انگشت زنند. سر هر یک پرسنج میبایست فکر نمود، ولی سوالی دیگری خود سر این مسئله نقطه گذاشت و پرسنج پیکردار را به صحنه آورد. اصلا سوالی نوبتی چنین بود: بازی 9 المپیک در کجا برگزار شده است؟ حمید جاوید از 19 ایول تا 3 آگوست سال 1980 در بازی‌های 22 المپیک در شهر مسکو اشتراک کرده بود و از تاریخ بازی‌های المپیک درست با خبر بود. اصلا 9 خانچه خالی اسکانورد انتظار نوشتن شهری بودند که در این بازی‌های 9 المپیک گذشته بود و حمید جاوید به یگان دودیلگی بالای خانچه‌های خالی چنین نوشت: آمستردام. حرف آخرین شهری که بازی‌های 9 المپیک گذشته بود با حرف اولی پرسنج پالیس راست می آمد و سردار شعبه کارهای داخلی نام قهرمان اثرهای سیمنون میگره را روی لیسان آورد. سوربانی حامد در آکشاده رخصتی در آمدن پرسید: مرحمت درآید. از جای با استقبال کاپیتان میلیسا خسته بهر واخوری دست داده کرسی را برای نشستن سوربانی حامد نشان داد. سردار شعبه کارهای داخلی در کرسی رو برای نشسته از کار و باری او پرسان شد. همه کارها نقض به شرطی که گوریزوف با دستاویز می آمد. نیم ساعت پیش گوریزوف از شهر زنگ زد و من به او رخصتی بازگشت دادم. چون گوشک را به جاش گذاشتم به یاد آوردم که او را سر قدم برای گرفتن نتیجه تشخیص بالستیکی فرستادن لازم بود. در این باره من به او در یادنامه‌اش نوشته بودم. نباشد نورن علی نور شد. او خبر داد که همه سفارش ها را اجرا کرده است. بسیار خوب، شاید اکنون بنده را برای رفتن رخصت می‌دادید. این فکر را از سرتان دور کنید. نخواهد شما در چنین یک وضعیت مشکل ما را پرتافته روید. از شما پنهان نمی‌کنم، ولی سردار حاضره ریاست ولایتی رسم مرا در دیوار می‌بیند و شما باید این را فهمید. چی مگر بین شما و سردار ریاست ولایتی یگان گربه سیاه گذشتگی؟ گربه کو گذشتگی نیست، ولی هستند حالت‌هایی که می‌فهمم. حمید جاوید از آن خرسند شد که کاپیتان میلیسا تگی گپ را جستجو نکرد. اصلاً چیش نافهم است. برای فهمیدن مناسبت سردار زیردست ارخیمت هم بودن لازم نیست. ببین حالا همه دست آسین برزده درباره کروپسی گپ میزنند، ولی وایزان این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. عموما 2-3 روز پیش خودی سوربانی حامد فکر و عقیده خویش را در این باره بیان کرده بود و به گمان بود یافتن سخنی از سخنهای گفته شده بهتر. حمید جاوید هفته‌نامه اسکانواردها را پیش سوربانی حامد گذاشته فکر او را درباره آن کتاب 24 میلیونه دانستن خواست. این کتاب کادکس لستری لیوناردو دوینچی تعلیمات آید به آب، زمین و کائنات می باشد که بیل گیتس آن را خریداری نموده است. هرچند کادکس لستری 14 خانچه اسکانوارد را پر نمود، ولی حمید جاوید به درستی سخنان کاپیتان میلیسا شبهه کرد. تنها بعد 1 هفته او در شماره نوبتی هفته‌نامه اسکانوارد که جواب اسکانوارد هفته پیشین را پوره به چاپ داده بود و جواب سوربانی حامد باور. او فهمید که سوربانی حامد به جز دانش و خوبی حقوقی داشتن باز از تمام رویدادهای عالم قریب که با خبر بوده است. در جوابنامه آمده بود که تشبثکار لایحه بهشت زیری آبی میلیونر ژاپنی تسایوکی بوده. جنیفر لاپس حیات خود را در یکی از شرکت‌های سوغورته شهر نیویورک و مبلغ 1 میلیارد یورو سوغورته نموده است. ولی تا آن لحظه خیلی وقت بود و به خاطر در خجالت نماندن مصاحبش برابری در خانه‌های اسکانوارد جابجا نمودن، کادکس لستری هفته‌نامه را بالای میز کاریش گذاشته موضوع صحبت را به طرفی دیگر بود. سوربانی حامد سردار شعبه کارهای داخلی را از رفت واقعه‌ها در اطراف مرگ صالح جلیل هشدار ساخته، نقشه و چاره‌بینی‌های ترتیب داده‌اش را که سنجش علاوگی را طلب می‌کردند، بهر تصدیق روی میز کاری حمید جاوید گذاشت.
مجرای پرتوغیان اندیشه ها او را از یک ساحل به ساحل دیگر می برد. او که کوششی از جای خیستن و چراغ افروختن نکرد و شاید گمان داشت که خواب غلبه کند و لحظه فارغ شود. نشد که نشد. طغیان اندیشه های باطل در تاریکی باشد هم وی را آرام نمی گذاشتند و صفحه های زندگی نامش ورق گردان شدند. او که بحری نفس خویش کنز الحسین را پذیرفت و پشت بر کتاب مقدس اسلام گرداند. ناخدای کشتی را میماند که هنگامی طوفانی سخت و بحر برآمده بود. چون کشتی از اطاعت ناخدا برآمد و تقدیر همه را طوفان به دست خویش گرفت، ناخدا دست به دعا برداشت و از الله تعالی بحر خویش و مسافرانی در کشتی بوده مدد خواست. شاید دعای ناخدا آن زمان مستجاب شد و طوفان باز ایستاد و کشتی و مسافران تا ساحل بی آسیب برگشتند. این قصه را او بارها از زبان پیر قرغان تپگی اش شنیده بود، ولی پیرش همیشه تأکید میکرد هر کی بار هم رو به کتاب جادو یعنی کنز الحسین می آرد 7 پشتی خویش را به دوزخ می کشد و دنیای قیامت خود را می سوزد. سخنان پیرش طی چند روز باز چون پتک در گوشش صدا می دهند و به قبل او را در همین شب تار هم آسوده نمی گذاشتند. مردمان راست گفتند که خدا زده باش و ارواح زده نه و محض همه گونه بدبختی های به سرش آمده را از همین می دید. چون که رفتار او که اکنون به خون ناحق دست زده بود همین را تقاضا می کرد. نسبت به آنی که خون نجات دهنده خویش بریخت او را غمی هم نبود، چون که او امری بالا به جا آورد. سرکش از امر باشد این معنای از جان خویش دست شستن را داشت. او هم اکنون مثل عسکری در نبرد است و کدام عسکر برخلاف امر گنرال برآمده است. خون صالح جلیل اصلا در ذمه شیف همدلان میماند و او همه شده اجراچی امری شیف شد. بین شیف و صالح جلیل کدام گربه سیاه گذشت او نمیداند و دانستن هم نمیخواهد. از نقل آن روزه یاور شیف همین قدر فهمید که صالح جلیل نیتی به ملیسه رفته و به گناه خویش اقرار شدن دارد و بالا برای تأمین بیخطری دیگر اعضایان همدلان مجبور شده است که به چنین عمل دست زند. اگر او از امر سر میپیچید دیگر کس امر را به جا می آورد و احتمال خون آنی که از اجرای امر سر پیچیده بود نیز میریخت. غم او را سبب دیگر بود. این هم باشد در موضع خشکدره خواجگی حاصلات ناحیه گلابات پنهان کردنی 10 کیلوگرم بار آورده صالح جلیل و انکار شدن از این بار بود. در آن شب 22 و 23 اوگوست او چون بار گرفت و با صالح جلیل خیر و خوش کرد، از زیر علفهای پیراهه کلشنیکوف پنهان نموده را برداشت و قلنگ را زیر کرد. صالح جلیل که همگی 15-20 قدم از او دورتر رفته بود آهی سختی کشیده به زمین افتید، ولی صدای او در نسبت صدای کلشنیکوف هیچ بود. سپس او همان خیل افتمد در دست به بالای سری صالح جلیل رفت، ولی دیگر او نه محتاج تیر بود و نه محتاج یاری. باز او پس گشت و خلطه بار به خود گرفت و آن را بعد 500-600 متر از جای حادثه دور شدن تگ خرسنگ کلانی که بارها تگ آن آمدن کوریر را انتظار شده بود پنهان کرد و سوراخی خرسنگ را با سنگ و علفهای خشک پوشانید. از آنچه که در تاریکی تیر اولینی از کمان جسته به صالح رسید این را قضای بودی محروم دانست و راه قضا را کسی گرفتن نمیتواند. محض همین نقطه در دین مبین اسلام آورده شده است. او در تاریکی از تل و تپه ها گذشته کمی به طرف غرب حرکت کرد و روی راه کلان برآمد. سیگار درگیراند. اصلا این رمزی بود که باید لیلی او را میدید. چون این هم شد. 2-3 دقیقه پس از طرف شرق به سمت غرب افتماشینی آمد و پهلوی که روی راه چون هیکل راست می ایستاد قرار گرفت. چون باوری حاصل کرد که در سری چنبرک رول یاور شیف تنهاست گفت کمی صبر نماید و خود لحظه از راه برآمد و افتمات را با خود گرفته برگشت.
خوشبختانه در آن سمتی راه یگان نمودی نقلیات در حرکت نبود. در داخل افتماشین او از نتیجه کار خویش به یاور شف حسابات داد و گفت شخصی که بالا به مرگش امر داد این دفعه به دستاویز آمده بود. گردآفرید او را تا پیش همین خانه کانسپیراتیوی که چندین باری دیگر مهمان شده بود آورد و گفت که چند روز همینجا ماند تا ببینیم چی گپ ها می شود. بعد یا نیک بودن رفتار خویش را نسبت به پنهان کردن آن 10 کیلوگرم باری آورده صالح جلیل بها دادن نتوانست. داوری چنین کار تنها وقت و اگر محفل همدلان توجه آن بار نکند نورن علی نور می شد. در آن صورت او اگر خودش بار را تنها آبولای نماید فایدهش حسابی نبود و اگر برعکس شود دانه در دهانش بریان خواهد گشت و محفل هرگز گناهی او را نخواهد بخشید. همین فکر و اندیشه ها دل او را ریش می کرد و از آفریدگار بهر امان ماندن سریخش که غلام نفس گشته بود مدد می خواست. او همان بالای موج اندیشه ها شنا داشت و دفع پرتغیان وی را از یک ساحل به ساحل دیگر می برد. در کدام وضع بودن خویش را کیها درک کرده بود و میلی به ساحل برآمدن هم نکرد، چون که در هر دو ساحل هم رقیبان خویش می دید. در ساحل چپ او گردآفرید و باز چند تنی ناشناس را دید که شاید در کجا بودنی بارا پرسیدنی بودند. در ساحل راست چند تن مردی نظام پوش را دید که او را به سوی خویش آوا می کردند. او جسم خویش را به پوش پرتافته روی آب دستک زدن گرفت، ولی موج دریا چون سنگ آسیا گرد گشته شناور را در همان یک نقطه نگاه می داشت تا درستر اندیشه نماید که به کدام طرف ساحل شنا کند. نهایت او به قرار آمد که در ساحل راست بودگان به قانون نزدیکترند و هر آنچه که در چهارچوبه قانون راست میگیرد خطرش کمتر است. او نفسی چخوری گرفته جسم خویش تاب داد و به طرف ساحل راست دستک زدن گرفت. در ناآمدی کار اطاله دندان شکند گفتند و به همه تلاش و دستک زنی های او نگاه نکرده موج کلان از طرف راست برخست و جسم او را راست به ساحل چپ و پیش پای آنهای پرتاف که قصد جانش داشتند. بالای ریگ های ساحل او ماهی از آب برون افتادن را میماند که در تلواسه جان خود را به بحر انداختن میخواهد، ولی چون سر برداشت نگاهی پر از کین و غضب گردآفرید و همراهانش را دید که وجودش شکافتند. در نگاه دختر آنقدر نفرت و خصومت دید که چشم خویش از نگاه او گریزاند و سر بالای ریگ ساحل ماند تا لحظه آسوده ماند. در همین حالت واقعه های روزهای آخر چون نواری کنا از پیش نظرش گذشتند. صالح جلیل اصلا جان آدم بود و او را همیشه با عنوان علمیش نام می گرفتند. ایشانی دام الله می گفت. محض همین احترامی به اندازه به او امکانیت داد که باری درباره شیف همدلان که از زمینه های مابینی کناره‌جویی می کرد پرسان شود. ایشانی دام الله به سخنی خویش آغاز کرد صالح جلیل. می بینم که با همه آن علمی اندوختت هنوز خامی که خام. چه خیل خام؟ اعتراض کرد او. گمان داره که من کی بودن شیف را میدونم؟ بله، خطا میکنی ایشانی دام الله. من هم از خود از بیش چیزی رو نمیدونم. همه ما در زیر این گنبد گردون می آییم و می رویم، ولی خودی محفل همدلان چون کوهی بزرگ عصرها پایدار میماند و به ما چی فرق دارد که صدر آن کیست؟ تکه باشد و شیر دهد. ما به عوض کارمان مزد میگیریم. یا گپمان نادرست؟ نه درست. به اینش بحث نمی کنم. این خیلی که باشد از من به خودت یک نصیحت، چون که در 30 سال من کلانترم. گوش میکنم. اگر به سخن من گوش دهی همیشه از همان دختر شیطان خودت را کنار گیر. از لیلی؟ بله، به سبب به او تخلصی گردآفرید ندادند و نسبت به همه ما دیده او به شیف نزدیکتر است. در همه حالت فراموش نکن، در همه حالت سخنان لیلی قوه حل کننده دارند و اجرا نکردن امر او از این رو تافتن از فرمانی بالاست. آن طرفش را خودت میدانی که سر پیچیدن از امر را چی پاداش است. رفت اگر لیلی از بالای کدام از ما به شیف شکایت کند، به گمان است که ما سری خویش امان بریم.
تخمینا 2 ماه پس از همین صحبت انیخترش در نیمه دوم روز 22 اوگوست لیلی امری بالا را به گوش او رساند. و حتی از ترس جان خویش مقاومت نسبت به این امر نکرد. حتی نگفت که صالح جلیل در کدام حالت او را دست گرفت و هیچگاه بر عوض نیکی‌های جوانمرد بدی نخواهد کرد. چون او رازگی خویش بهر از بین برداشتن صالح جلیل داد، لیلی تعیین کرد که با فرارسی شام به راه می‌برایند. او در جای تعیین شده دختر را انتظار شد و ساعت‌های 23 لیلی او را در درآمدگاه کوهدامنی خشکک‌دره از افتمشین فراورده، افتمت اکسو را با یک تیردانی پر از تیر به دستش داده، بار دیگر امری بالا را گوشرس نموده برایش برای کار خواست و گفت که ساعتهای 1 شب بهری بردنش به همین موضع می آید و به دستش همچنین گوگیرد چوبی را داد که هنگامی برای کلام برآمدن شعله انگیزد. این رمزی واخوری شبانه است. لحظه پس مرسدس لیلی را به طرف شرق برد و او در آغوش تاریکی از پیراهه‌های شناس به طرف جنوب به سمت خشکک‌دره حرکت کرد. طی این چند روز بین 4 دیوار بیتانی او چندین مراتب لیلی را که بهر از یک جهانی پر اسرار بود پیش نظر آورد. به همه علم و عملش تا به امروز او درباره لیلی معلومات نداشت. بالای بستر ملایم سری از فکر و اندیشه به در آمدهش را با هر دو دستش داشت و چون تاریکی به قلب پردردش پیوسته پیکان میزد، مجبور شد که از جای برخیزد و برابری پخش کردن تگمچه برق چشمانی به تاریکی عادت نمودهش را از روشنایی با هر دو پنجهش حفظ نمود. چشمش به ساعت کلان بالای درب برخورد و فهمید که تا به صبح با 3-4 ساعت وقت دیگر است. ولی او چراغ را خاموش نکرد. همان خیل در روشنایی خود را بالای بستر پرتافت و نسبت به دختری که امری بالا را بهرش آورده بود فکر کرد. به دیری وقت نگاه نکرده لیتنانت میلیسا گوریزوف بعد گفتگوی تلفنی با حمید جاوید روی راه برآمد. ساعت در ایستگاه منتظر آمدن افتمشین راهگذر ایستاد، ولی به نظر چنین می‌نمود که راهی گلاباد بستند و کسی را میل به آن منطقه کوهستان رفتن نیست. گوریزوف خود را تسکین به آن میداد که البته دیر یا زود افتمشین به همان سمت عزم سفر خواهد کرد. از چی باشد که سیمای موی سفید جلیل برات هیچ از پیش نظرش دور نمی شد و دل و بیدلان او نقل پرسوز و گداز موی سفید را به یاد آورد. حالا همین ترگوی که از میلیسه‌ای چشمانی فرو رفته و آبروی خیش را با دسترویمال تازه کرده به طرف او نگریست موی سفید و لیتنانت میلیسه که در لباس غیر نظامی بود مجبور شد که شهادتنامه خدمتی خیش را برآورده نشان دهد. موی سفید از کیسه‌اش عینک برآورده به چشم گذاشت و با آن شهادتنامه خیلی ذهن ماند و نهایت چون به حقیقی بودن آن باوری حاصل کرد آن را به دست صاحبش داده حتی گناهکارانه عذر پرسید. ببخش بچم، طی 2-3 روز آخر آنقدر دعواگران زیاد شدند که دیگر سر و کلابه امان را هم گم کرده ایم. چه خیل دعواگران؟ دعواگر چه خیل می شود؟ سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی رو از روی رمان تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار ششم، دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.